سلام، نام من نگینا. امروز گروهی هشتمی خواندن با آوازها. آوازهای ما امروز 5 تا آواز داریم در این گروه. لیکن وقتی که شما تلفظ میکنین شما فقط یکم حرفش تلفظ میکنین، دوم حرفی خاموش هسته. و مثلا چه کدام کلمه ها دا ما اینا استفاده میبریم، چه تلفظ میکنیم. مثال بگم why برای چی why، یا که بگم when کی، یا که بگم where در کجا، یا که بگم white یعنی که رنگ سفید میشه با white. باید دیگر تکرار میکنم همشه. why when where white. آواز دوم نک برای که 2 تا آواز داره. چقدر ما این را تلفظ میکنیم وقتی خوندن ده. مثلا اگر بگم pink یعنی که pink میشه رنگ pink. باید دیگه bank که think فکر کردن think. یا که میگم stink یعنی که you stink یعنی که تو بوی میکنی you stink. یا کرار میکنم pink bank think stink. همش همین آواز را در آخر داره. بسیاری وقتا این آواز در آخر میبیاید. ایون 2 تا حرف داره لیکن 1 تا حرفش خاموش هسته. حرف یکمش خاموش هسته. ایرا شما تلفظ نمیکنین، فقط دویمش تلفظ میکنین. لیکن وقتی نوشتنده شما باید اینا استفاده برید. نامش میگم یعنی که خودی حرفی برین. یعنی که اگر ما بگم که نام من نگینا بگم اگر انا خیر شما تلفظ میکنین. مثلا کدام کلمه ها ما را استفاده میبریم. یکم knife میشه کورچه knife. یا که میشه نی میشه زانو نی. یا که بگم no میشه دانستن. اگر که بگم من میدونم من میگم I know من میدونم. با یک دیگه بگم اگر knock یعنی که یک تخت. یک باری تکرار میکنم knife نی knock and no. 4 تا کلمه با همین آواز میگین. آواز چهارم 3 تا حرف داره لیکن 1 تا آواز. یکم حرفش شما تلفظ نمیکنین. چ برای چی؟ برای که گفتم که بعضی وقت زبان انگلیسی ده بعضی حرفای خاموش هستن. در همین آواز یکم حرفی ت خاموش هسته. شما فقط نوشتنده استفاده میبرین لیکن وقتی خواندنده شما اینا تلفظ نمیکنین. کدام کلمه ها ده ما اینا استفاده میبرین. مثلا بگم که watch میشه همین ساعتی دست میپوشین watch. یا که با یک تا دیگه match یعنی که فوتبال مچ میرین. اگر فوتبال تماشا کنین مچ میگن. همون وقتی فوتبال بازی ده مچ میگن. یا که یک تا دیگه بگم witch همین جادوگر باشه اگر زن مرد نمیگم. اگر که مرد باشه میگن wizard لیکن اگر جادوگری زن باشه اگر میگه witch جادوگر میشه با زبانی من witch. با یک بار دیگه تکرار میکنم witch watch match یعنی که آوازش چ میشه. آواز پنجم 2 تا حرف 1 تا آواز. مثلا نگ یعنی که این آواز فقط بسیاری وقتا در آخری کلمه میبیه. کدام جهت ما این را استفاده میبریم این چخل ما این را تلفظ میکنیم. یکم king میشه شاه. شاه یا پادشاه میگیم ما. ring یعنی که انگشترین. ring انگشترین. در آخری کلمه آواز میبیاد. یا که میگم long
یک چیز کوتاه یک چیز دراز باشه اگر میگم long long. یا که مثلا strong یک کس اگر مثلا با قوت باشه اگر strong. یک میتونم گفتن song سرود song سرود. با یک تا دیگه تکرار میکنم اینا را. king ring long strong song. اوکی درسمون انجام شد. خداحافظ تا درسی آینده.